با پول یه آپارتمان معمولی تو تهران بیا تو اصلی نشین ترین لوکیشن منطقه 2 یه ویلای تریپلکس نوساز بهت نشون بدم. 170 متر تریپلکس فول امکانات فول فرنیش، یه آپشن هم داره که آخر ویدیو بهت نشون میدم که فقط تو ویلاهای شمال میتونی ببینیش. طبقه اول اینجا مختص یه سالن پذیرایی، یه آشپزخونه و سرویس میهمان بود. اگر پاهاتون درد میکنه آسانسور هم برای هر طبقه تعبیه شده. طبقه دوممون مختص 2 تا اتاق خواب، یه سرویس حمام با وان و جکوزی برای ریلکس کردن و یه تراس سرتاسری قرار داره و یه فضای کلوزت برای لباساتون. من نمیدونم ما چه روندی رو طی کردیم که رسیدیم به جایی که آدما خونه ویلایا و حیاطاشون رو فروختن و برج نشین شدن، چون هیچی نمیتونه جای آرامش این خونه رو بگیره. قبل دیدن سورپرایزمون که بریم طبقه سوم، اگر قیمت اینجا رو نیاز داشتید کلمه ویلا رو بر من کامنت کنین که فرم واحد بیاد دایرکتتون. طبقه سوممون هم یه آشپزخونه، یه فضای دلنشین که به هیچ عنوان یه حس خونه معمولی رو بهت نمیده. فکر میکنید تو کلبه سوئیسی. سورپرایز ویژمون هم این تراس 40 متریه که اینجا تو کامنت ها به من بگید اگر مال شما بود باهاش چیکار میکردین.